خلاصه تاریخ معاصر بلوچستان مرحله به مرحله. 1. بلوچستان یک کشور واحد مستقل هم مرز بین هند و پرشیا و افغانستان بود که مرزهایش از کراچی تا نزدیک بندر عباس قرار داشت. 2. پایتخت بلوچستان کلات توسط انگلیس در سال 1839 میلادی اشغال شد و شاه وقت بلوچستان میر مهراب خان دوم در جنگ کشته شد. اشغال بلوچستان با هدف ایجاد مرزی در وسطش انجام شد. 3. سیاست تضعیف کشور بلوچستان توسط انگلیس با تقویت سرداران مناطق آغاز و سپس از ایران قاجاریه خواسته شد که به بلوچستان یورش ببرند تا سیاست ایجاد مرز در بلوچستان عملی شود و قاجاریه یورش برده و تا مرز پیشروی کردند، اما شاه و خان وقت کلات میر خداداد خان موفق شد آنها را اندکی عقب براند. 4. تا در سال 1871 میلادی وقتی دو ارتش توان بیشتری برای پیشروی نداشتند، با فشار انگلیس مرز گلد اسمیت در منطقه کنونی حوزه سراوان سیستان ایجاد و بخشی از بلوچستان از حکومت کلات جداسازی شده و جزوی از ایران قاجاریه شد که در آن دوره نامش پرشیا بود. 5. در اواخر دوره قاجاریه بخش غربی بلوچستان توسط میر بهرام خان بارانزهی با شکست قاجاریه مستقل شد. 6. بار دیگر سیاست ضد بلوچی انگلیس با حمایت از پهلوی موجب یورش به بلوچستان در سال 1307 شمسی و شکست دولت بارانزهی و تصرف قهرآمیز بلوچستان شد. 7. در بخش شرقی نیز با خروج انگلیس بلوچستان در سال 1947 میلادی مستقل شد، اما نزدیک 8 ماه پس از اعلام استقلال توسط پاکستان جدید و تأسیس با حمایت انگلیس اشغال و جزوی از آن کشور شد.